با من آواز میگه بکر و عثمان و عمر و خالد گپ زن. برادر درباره صلاح الدین ایوبی گپ زن. آخی 1400 سال از همون بزرگواهی که خودتان میگه در قبولشون دارید و دلشون دارید، یک روایت درباره آخر زمان هست، یک راهکار هست، یک نقشه هست. خالد ابن ولید درباره آخر زمان چی گفته هست دارید. از من ابوبکر شناسی را نخواهید لطفاً، از من عمر شناسی را نخواهید، از من عثمان شناسی را نه و خالد ابن ولید و این صلاح الدین اینا را برای این مولای دیگرتون بپرسید لطفاً. سیختون نشود، از من مهدی شناسی و عیسی مسیح شناسی بخواهید، از من آخر زمان شناسی بخواهید. الحمدلله وحده و الصلاة و السلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز باشد عزیزان دل بنده تصمیم گرفتم در بیان یک شخصیتی که در شبکه ها بسیار شهرت شدگی است و مردم او را گوش میکنند. نام شبکش به نام اندیشه مصباح است، اگر خطا نکنم اندیشه مصباح. و این شخص چهره اصلی او را میخواهم عزیزان دل به شما معرفی کنم که این انسان به ظاهر خودش را انسان خوب گرفته و مردم عوام او را نمیشناسند. به همین خاطر عزیزان دل از هر یک و یک شما بنده درخواستم این است که این نوار را به همه یار و دوستان خود بفرستید تا که این انسان نوجوان مرد به همه بگیم که معین شود که این کین است و در حق اصحاب پیغمبر بسیار گستاخی میکند و گپای ناسزا میگوید و مردم عامه او را شاید که درک نمیکنند. لکن من امروز انشاءالله که کوتاه ایرا به شما بیان میکنم تا که یک خاطره به شما باشد، یک معلومات داشته باشین. این انسان انشاءالله که در روی اکران در اونجا چهره اصلیش میبینید، این انسان اگر خطا نکنم پدرش ایشونی غاصی بود، کسی بود نبود که ما معلومات پر ندارم. مالاسف این فرزند اون است اگر اشتباه نکنم و دعوت از کتاب های اهل تشیع میکند و امروز صحبت خود را آغاز کرده است در بیان طعنه کردن و بد گفتن نسبت اصحاب پیغمبر. عزیزان دل، شاید شما در اینجا سوال کنید که آخی او از سخن خوب میگوید، نصیحت های خوب میکند، لکن شما فراموش نکنید برادران عزیز، خواهران عزیز، ما عقیده اهل سنت و جماعت به این داریم. همه کتاب ها را نظر کنید، چی کتاب های مذهبی را نظر کنید، از کتاب های بگیم که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در بابت عقیده یا شافعی باشد یا حنبلی باشد، همه اونها اعتقاد به این دارند که ما اصحاب پیغمبر را ذکر نمیکنیم الا بخیر، لا یذکره الا بخیر، یعنی ما از اونها ذکر، از اونها سخن نمیگوییم مگر بخیر. به چه خاطر؟ به خاطر که اون اختلاف هایی که بین اصحاب پیغمبر بود اونها به اجتهاد بود، نه امروزه به مثل امروزه ما شما که برای مال دنیا جنگ میکنیم این گونه نه. اونها اجتهاد کردند و در اجتهاد خود خطا کردند. ما اگر اشتباه نکنیم در امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ها داریم که پیامبر میگوید مجتهدی که اجتهاد میکنه اگر در اجتهادش درست باشه 2 ثواب میگیره و اگر مجتهدی که اجتهاد کنه خطا باشه 1 ثواب میگیره. به هر حال اونها اجتهاد کردن، در اجتهاد خود خطا کردن و ما حق تعرض کردن و حق بد گفتن نداریم. عزیزان دل، امروز من شما در یک زمان زندگی داریم که تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده است، چقدر ترقی یافته است، لکن یک حادثه که رخ میدهد همورا ماها و سالها میگذرن انیخش دقیق کردن نمیتونن، برزمی که تکنولوژی پیشرفت کرده است. چیزی که چند هزار سال پیش گذشتگی
این بغیرتی این نوجوان مرد او را چکو کرده از کتاب‌های اهل تشیع چکو کرده ورق زده و با یک چهره بگیم که انسانی خوب گفته به مردم نصیحت میکنه. اون بگیم که در ظاهر بگیم که پوست گوسفند را بر روی خود کشیده است، لیکن در درون به مثل گرگی است که مردم عامه این انسان نمیشناسند. این انسان در روی اکران میمونه، نظر کنید انشاءالله که چهره حقیقیش بشناسید. این انسان طعنه به اصحاب پیغمبر میکنه، مردم عامی نمیفهمد، وجب را گوش کرده عاقبت الامر روز می شود که زبان تعرض به اصحاب پیغمبر رو شروع میکند، مثل این نوجوان مرد. و در یک حدیث دیگه هم پیامبر میفرماید معنی حدیث چنین است که اگر شما مثل کوه احد در روی الله صدقه کنید، با اون یک صدقه که اصحاب من کردن برابر شدن نمیتونن. به همین خاطر عزیزان دل سخن را درست کردنی نیستم، فقط به همین مختصرا جواب میگم که کوشش کنه که از این انسان هایی که امروز ضربه بر دین میزنن، گفته شاعر که نه نالم ز کس می نالم ز خویش، هر چی کد با ما کد خویش کرد، هر چی میکنه با ما میکنه. این بعض تشیع های خبیث میکنه. امروز اگر شما هم نظر کنید در همون بگیم که حالتی که در غزه هسته، امروز در گرد اطراف اونها مردم تشیع زیاد هستند، کوبا کمک بروند، فقط نوارای بزدلانه دروغ راست تعریف کرده مثل اون عربای دیوس بیناموس از دور ایستاده فریاد میزنن، غیرتی به میدان رفتن ندارن. به همین خاطر از این گروه ها کوشش کنه که دور باشه. اولا که اینها را گوش نکنه، دومی که در هر مجلس هایی که میشنه، هر شخصیت هایی که میخواهند طعنه بر اصحاب پیغمبر شما کنن، اصحاب پیغمبر را بدگویی کنن، اونها این کار کردن، غصب کردن، علی را مظلوم قرار دادن، اینها همه افسانه هایی هستند که در کتاب های تشیع اومدگی هستند. به همین خاطر شما با یک مسلمان با غیرت همچون شجاع پیش روی اونها را بگیرید، با اونها خطاب کنید که این بیناموسی، این بی‌غیرتی تا در همون موضعی که خودت میفورد در همون جا سخن کن. یعنی نگذارید که این بی‌غیرتا، این بیناموسا چکو کنن، بر اصحاب پیغمبر بدگویی کنن. الله متعال همه من شما را از این گروه های گمراه الله مهربان برای راست هدایت کند. آمین.